طرف دینیز رفتم. نه خیر جانم، بینیش بیبی کاملا مثل تو هست. اما چشمایش آبی است. او رنگ چشمایش تغییر خواد کرد. الیف نامش چی بانم جانم؟ ابراهیم. نامش ابراهیم می باشه. اوی قندولک ابراهیم. باید به الیف خبر بدم. حالا الیف جواب بده تلفنت. حالا تو چی میکنی؟ تو گفته بودی که دیگه همراهی او ملاقات نمی کنی. حالا چرا برش زنگ میزنی؟ پشتور هنوزم رها نکردی اما تو نیست؟ یا که شما فقط برای کاغذ طلاق گرفتین؟ احترام امکان داره کردیم ما در زندگیت باشیم؟ دینیز ما دیگه تحمل نمیتونم. از دست تو من مادر شده نمیتونم و تو هم سنم بس است دیگه. دینیز چی میکنی؟ از وقتی که جدا شدیم یک بار رو ندیدیم. 6 ماه میشه که هیچ گپ نزدیم. حالی هم برش زنگ زدم جواب نداد. تو چرا به او زنگ زدی؟ بچیم خانمت حق به جانب است. تو حالا یک مرد متأهل هستی. خانم رنا زنده است. به خاطر خبر کردن الیف برش زنگ زده بودم. حال درست شد، تشویشتان برطرف شد. حالی هم خانه الیفشان میرم که برش خبر بدم. امیم زنده است؟ سنم به هوش بیا. حالا وقت گپ زدن درباره امید نیست. تو با یک شکل مانع دینیز شو. مام خانه الیف میرم. باید یک چاره پیدا کنیم. حالا زود باش. جنرال صاحب به اجازهتان من رفتم میتونم. در این وقت شب کجا میدین؟ کمه با هم قدم میزنیم پدر جان. ای قسم بردیم و خوب خود شد. خوب است، میتونین برین. تو 2 دقیقه منتظر باش من میایم. بانن که جوانا با هم خوش باشن. دینیز جان یک دقیقه صبر کن. گوش کن جانم. ببین ما بسیار معذرت میخوایم. چی فکر کرده بودی سنم؟ چی فکر کرده بودی؟ هیچ قصه فکر نکو. دیگه امکان نداره که ما و الیف با هم یک جا شویم. دینیز صبر کن. ما ممرایت میرم درست است؟ سنم وعده میکنم که کار نمیکنم، جنگام نمیکنم، فقط میخوایم ممرای تو باشم. دموتر میباشی، وعده است؟ درست است. بله بیادر. اردام کجاستی؟ در بیرون هستم، غذا میخورم. خانم رنا زنده است، توی رو میفهمیدی؟ چی؟ بله، از شفاخانه اختطافش کردن. از کدام شفاخانه؟ زیاد چیز را نمیفهمم. خانم رنا را در جنگل منطقه جمهوریت رها کرده. تیم جستجو رو اونجا روان کن. درست است. الیف چی تو؟ الیف خبر داره؟ من میرم که برش بگویم. باز برات خبر میدم. ای بکس طفل است. به تو یک چند جوره لباس خواب و چند دانم دیپر و طفل ماندی. چند دانه چادرم برام بیارین. درست است. بی از زود ظرف 1 ساعت ما پس خاط آمدیم.
دخترها شما هم زیاد خسته شدین. فردا صبح وقت بیارین، درست است؟ نمیشه، ما با تشویش تو میباشیم. در ضمن ما در اونجا باز خوابیدیم، همونطور نیست؟ البته ما همینجا میخوابیم. حالا سهیلا تو هم بخوابا، خدا با تشویش نساز، درست است؟ خداحافظ. معاون مدیر دانشگاه مرکزی استانبول که همه فکر میکردن فوت کرده است، با تازگی خبر زنده بودن او به نشر رسید. مدت 6 ماه میشد که وی در شفاخانه نوبهار تحت معالجه قرار داشته است و امروز از طرف قاچاقبران اعضای بدن اختطاف شده است. خوب است که کسی نیست. امیال باید بسنم خبر بدم که در خانه کسی نیست. ملاقاتی نیست. کی را در خانه پیدا خواهد کردی؟ ملاقاتی نیست. هر جایی که میبالی با بالا و هیچ کسی را پیدا نخواهد کردی. دایی وقت شب دایی جنگل نباش، گرگا سرت عمله میکنن. اگه میخوایی من میرسانمت. ما پیش دخترم میرم. پیش دخترت؟ پیش دخترم. بیا من میرسانمت. بیا دیگه. به نظر مو خانه نیست. بی گروپ هم خاموش هستن. از لیف کلیدام نگرفتیم، حالا چی کنیم؟ کاکای الماس چی گپ است؟ اونجا سطل لچه آفتیده و شما اینجا قال مقال کرده میرین. چی گپ است؟ بگوین چی گپ شد؟ حالا میشنم، بگوین. ما میخواستیم از خانه یگان چیزه بگیریم. کلید فراموش کردیم کاکا. مرا از کار نکشین. یک چای لعنتی بلای جانم گشتم. من میرم اون را پاد کنم. صبر کو. ها ایره بگیرین. ها بگیرین. هر کاری میکنین بکنین، فقط گروپا را روشن نمانین که بیا از او بله وقت بسیار زیاد میایه. من نمیتونم تحویل کنم. حالا دیگه من رفتم. من از کار نکشین. خداحافظ. همینجا منتظر باش، من پس درست است، منتظر می باشم.
دنیس؟ سهیلا ما باید امرا الیف گپ بزنم. الیف خود در خانه نیست. سهیلا واقعا بسیار مهم است، باید امرا الیف گپ بزنم. نشنیدی گفتم که او در خانه نیست. فلیس ما باید امرا الیف گپ بزنم. او هست؟ الیف در خانه نیست دینیز. دوستا میگم یک موضوع بسیار مهم است، چرا نمیفهمین؟ باید امرا الیف گپ بزنم. الیف تو چی میکنی؟ الیف الیف گفتم که در خانه نیست، چرا نمیفهمی؟ پس کجا رفته؟ بعد تو چی؟ تو چرا باز پشت الیف گرفتی؟ مادر او زنده است، خانم رعنا زنده است. مادر عاقبت تهران و کارهایی که امروز چاشت از شفاخانه نوبهار اختطاف شده بود هنوز هیچ معلوم نیست. مادر مادرم کسی هست اینجا؟ حالا بیا که پیش دخترت بریم. دخترم شاید خواب باشد. حالا بیا داخل بیا دیگه. گفتم داخل بیا. اینجا کسی هست؟ تو چرا از جایت بلند شدی؟ مادرم اینجا بود. ده همین شفاخانه بود. تو چی میگی؟ رانا کارای همین حالا در تلویزیون دیدم. او مادرم است. ما از گپ خبر نداریم. خواهش میکنم با پلیس زنگ بزنه. بگوین که او را پیدا کنن. باید مادرم پیدا کنن. مادر هر قدر که میخوایی چیخ بزن، اینجا هیچ کس صدای تو را نمیشنوه. دنیز صبر کن، ما هم رایت میاییم. ضرورت نیست، من خودم میرم. دنیز فلیس حالا بیا که عجله کنیم، باید یک تاکسی بگیریم و بریم اونجا. پیش از دنیز باید اونجا برسیم. سنم نباید بفهمه که من به شفاخانه میرم، اگر نی باید جنجال خواهد کرد. ما فکر میکردیم که او فوت کرده. او را که اینجا آورده بود. درباره او کدام معلومات نداریم. بی از او به دیگران خود ثبت کرده. از مادرم چی میخواین؟ کی او را اختطاف کرده؟ قاچاق برای اختطافش کردن. خدایا
یک شخص مشکوک گرفتار شده بود اما امشب پست را رهایش کردند چرا او را رها به کردن؟ خاطر که ثبوت کافی نداشتند. خب حال مادرم کجاست؟ مادرم چی شده؟ مادرم کجاست؟ مادرم بله اردام، کدام خبر پیدا کردین؟ او را پیدا تونستین؟ دینیس، او جایی را که نشانی گفته بودی آمدم، اما هیچ اثری از خانم رنا نیست. بیادر شما کارتان ادامه بدین. خانم رنا باید حتما پیدا شود. شما پالیده برین، من فعلا قطع میکنم، باز میبینیم. آرام باش آرام باش آرام باش آرام باش. خانم شما چی میکنین؟ این قسم رفتن نمیتونین لطفا. من اینجا بودن نمیتونم. ما باید مادرم پیدا کنم. شما تازه از عملیات بیرون شدین، حداقل خب منتظر دوستایتان میبودین. دینیزی خدای خانه نیست. ما کجا میریم؟ پیش یک دوست خود میرم، زود پس میام. اما اینجا خود شفاخانه از دینیز در شفاخانه چی کار داری؟ بودم موتر منتظر باش، من زود پس میام. دینیز صبر کو، کجا میری؟ صبر کنین، کجا میرین؟ شما حتی سرپای خود ایستاد شده نمیتونین. نه خیر، من خوب هستم، میرم. شما مریض هستین، باید استراحت کنین. خدایا تو برم کمک کن، خدایا برم قدرت بدی. دینیز صبر کن، من همراه یه لیفت گپ میزنم. من خب برات گفته بودم که منتظر باش، برام وعدم داده بودی، چرا آمدی؟ دینیز نمیخوایم که یک بار دیگه او رو ببینی، نمیخوایم بازم به گذشته برگردیم.
الیف؟ تو ده اینجا چی کار داری؟ چی شده الیف؟ این طفل از کی است؟ ما را راحت باند. یک دقیقه صبر کن. دنیس، از هر کسی که باشه به ما چی؟ تو اینجا به خاطر خبر دادن نامدی. مرا بیبی مادرت زنده است، درست است؟ حالا برین دیگه خبر شد. تو مداخله نکن. دکتر صاحب مادرش طفل خدا گرفته میره. مادر طفل ای لعنتی حالا زود شو فرار کو. گفتم زود شو فرار کو. و پیش دخترم میرم. او منتظرم هست. تو میخوای پیش دخترت بری؟ درست است. حالا بیا که تو را پیش دخترت ببرم. ها؟ حالا بیا. زود شو. بیا. دخترم تشویش نکن. دخترتون پیشت خواهد آمد. لعنت یا حتما کار اردام است. الا ایسی بیا همراه من. شما هم از پشت ما بیایید. یا میدوی حافظ. از جای تکان نخوری خانم ایلاکو. درست است گفتم چیز مهم نیست. درست است. گفتم درست است. عامر صاحب خانم خوب است. دور بخو. جنرال صاحب مرا الا کنین. میخوایم امروش گپ بزنم. از اینجا برو نمیبینی که لیف در چی وضعیت است؟ سهیلا شما در این کار مداخله نکنین. الایب کن. آقای محترم بیرون براین. برگم چه؟ اوف بس از دیگه. خدا میدانه که پدر او طفل کی است. دانته بسته کن. دانته بسته کن.
پدر او طفل مستم فهمیدی؟ بس از دیگه نمیبینین اینجا شفاخانه است. زود برو مافیزین صدا کن. بان مرا بار گپ بزنم. بس کو دیگه، بس است. این حقیقت است. این بچه تو است. اما هیچ وقت تو را پدر نخواد گفت، هیچ وقت. الیف کسی که مربوط تو میشه او است، ما نیستیم. حالا خانمت گرفته و از اینجا برو. اجازه بدی، میخوایم یک دقیقه آغوشم بگیرم، میخوایم ببوسمش. لطفاً برام اجازه بده الیف. لطفاً بیرون براین. اعلام کنه من پدر و طفل هستم. اعلام کنه. سر و صدا نکنین لطفاً. آفرین، عقل در سرت آمد. بعد از یه قسم ادامه بده. الیف، سهیلا کمک کن. چی شده؟ کمک کنین، دکتر صدا کنین. الیف، خانم لطفاً آرام باشین. شما به تداوی ضرورت دارین. خانم خواهش میکنم آرام باشین. لطفاً آرام باشین. فقط 5 دقیقه منتظر باشین خانم. میگم که شما به تداوی ضرورت دارین. درست است، شما آرام باشین. خانم آرام باشین. خانم سرتون فشار نیارین. این قسم صحت شما دگام بدتر میشه. لطفاً آرام باشین. مرا میکشه. خانم خواهش میکنم آرام باشین. از اینجا برو. خانم رنا بسیار ترسیده. بله ببینین بیچاره عقل خود از دست داده، هیچ نمیفهمه که چی میگم. گوش کن، هر کسی کمرای رنا ای کار کرده زود پیداش میکنی. تشویش نکنین، هدف ما ممی است، اما باید همراه ما تا امنیت بیایی. امنیت چی؟ ها؟ امنیت چی؟ تو چی میخوای؟ از ما بازجویی میکنی؟ تو اول برو آدم ها را پیدا کن، زود شو. عامر صاحب این اسلحه را از جنگل پیدا کردیم. در مورد نشان انگشت تحقیق کنین، هیچ کسی اسلحه را لمس نکنه. آماده شوین، باید از اینجا بریم. پس خوب است، بیاین که بریم. شاید بتونم امرایتان کمک کنم. وقت ضایع نکنین، زود شوین، زود شوین. بفرمایید. خوب شد. از طرف الیف سیلی محکم خوردی. من خبرت گفته بودم که اینجا نمیاییم. تو از امی خاطر نمیامدی؟ میفهمیدی نه؟ جواب بده گفتم، میفهمیدی نه؟ نه خیر، رحایم کو. دست ما درد گرفت، رحایم کو. تو چه قسم یک بیوجدان هستی؟ ما بیوجدان هستم؟ بیوجدان هستی خوب است. درست است ما چوب شدم، اما او خودش باید کل چیزا برات میگم نگفته که. از خاطر دروغای تو، فقط به خاطر دروغی که گفتی عامل هستی. از همین خاطر الیف همه چیزا پنهان کرد. بله میفهمم، صرف به همین خاطر پنهان کرد. از تو نفرت دارم. بسیار خوب. از مادرتم نفرت داری؟ از پدرتم ها؟ اونا میفهمیدن؟ گپ بزن، اونا میفهمیدن؟ از اول میفهمیدن. از کلتون نفرت دارم. دینیس کجا میری؟ تو را غرض نیست. چی؟ دینیس چی میکنی؟ کجا میری؟ دروازه را باز کن، باز کن. نخیر، لطفاً مرا درک نکن. نرو.
همراه اردام گپ زدم. اونا خانم رنا را پیدا کردن. کدام مشکل است؟ هیچ نپرس. خانم رنا دیوانه شده. چطور یعنی؟ هیچ کس را نمیشناسه. یعنی اردام همه قسم گفت. ای دختر نو یک مشکل سپری کده. اگه ای گپا بشنوه از بین خاطر رفت. خدا جزای او دینیز احمق بیشرفان بته. باز لیف بیچاره را پریشان ساخت. بهتر است حالا برش نگوییم سهیلا. منظورت چی است؟ اما قبرش میگیم که مادرت پیدا شد. وقتی که دیدش باز چی خواد کرد؟ نمیفهمم. اما فعلا گفتن این موضوع برش خوب نیست سهیلا. بچیم دیوانه شدی بیبی. بیبی خانمت زنگ زده او بسیار پریشان شده. برو خانمت بیار. دینیز گپ ما میشنوی؟ تو چی میکنی؟ کجا میری؟ بس است. اینا را به ما بده. ما دیگه خسته شدیم از دروغای شما، از تهمتایتان، از کل چیز، از کلتان خسته شدیم. دنیز، ما از حرفای بیهودت خسته شدیم. ما برات گفتیم امرای صنم عروسی کو. اشتباه خودت است. به ما چی؟ اجدم قصه نیستم. همه لیفم بچه ما گرفته از اینجا میرم. سنجر چیغ نزن. در این خانه چی گپ است؟ آقا سنجر همراه آقا دینیز گفتگو دارن. درست است. حالا تو برو به کارت برس. دینیز بیبی قسم میخورم اگه امرای او دختر بری اقمه بره تلال نمیکنم. الاکو بکس ما، الاکو مادر، الایش کو. از سنم جدا میشم. ما ایلیفا دوست دارم. ما امروز صاحب بچه شده. میره میفهمین؟ ای به شما هیچ کدام معنا داره یا نه؟ من ناق آمدم پشتان سال شده. چندین ماه میشه با وجوده که خبر داشتین ای گپا را از ما پوت کردین. حیف است به خدا، شرم است براتان. الیف خوب هستی جانم؟ الیف، چشمایت روشن. مادرت پیدا کرده تانستن. چی؟ او کجا است؟ وضعیتش چطور است؟ همراه اردام است. تشویش نکو، کاملا خوب است. فردا میتونی که ببینیش. سهیلا با اردام زنگ بزن. میخوایم همیاله پیش مادر برم تا فردا منتظر نمی باشم. نه جانم، تو امروز جای رفتن نمیتونه. تو از دم مرگ برگشتی و اول باید کمی خوب شوی. باز میریم. نه من خوب هستم، واقعا کاملا خوب هستم. ما باید هر چی زودتر مادرم ببینم. درست از حال بیازو پیش اردام است. حالا هم بازجویی میکنن هم معایناتش تکمیل میکنن. اگه بریم دیدن نمیتونیمش. اردام گفت که صبح بیاین. راست میگه. تو باید استراحت کنی الیف جان. بیبی در مورد بچه‌ت فکر کو. بچه حداقل یک بار برش زنگ بزنیم تا صدایش بشنوم. سر اردام بسیار بیروبار است. بعدن زنگ خواد زدیم. شکر کو که مادرت پیدا شد الیف. از او لحاظ خاطر ما جمع شد. هر رقم باشه او را بعدن میبینی. خداوندا هزارها بار شکر. خدایا تو مادر ما به ما بخشیدی، شکر میکنم. این قندوله که ببینین مثل مادرش از کاملا یک بچه شجاع. فلیز ایره برم بده. آی جانه مقبول خاله خود. بگی مادرش بگی جانه بچه کم کلان شوه باز من همراهش کار دارم.
یکمی از دست تو راحت بود سهیلا. توبه. شوخی کردم. جان چقدر خنده است. مقبولم، بچه قندولم، جانم. آی چقدر خوشبوی هستی. وضعیت بسیار خراب است. از همین خاطر ما هم خواستیم دت یک روز مهم همراه شما باشیم. زنده باشین. خداوند ازتان راضی باشه. بیا دخترم. در بیرون چی گپاست؟ وضعیت بیرونم خوب است پدر جان. با وجودی که هوا سرد شده میره اما مردم اشتراک میکنن. مردم هم از این وضعیت استقبال میکنن. خوب است. پس به ما اجازه بتین که در این بیروبار مردم ما اشتراک کنیم آقا سفیان. شما صاحب اجازه هستین. با آقا قدرت سلامای مرا برسید. بچشم. بیاین پدر جان. میریم دخترم. میآید سیکولار نابود باد آزادی. 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 آزادی میآید. ما آزادی میخواهیم. آزادی میآید سیکولار نابود. ما فکرای کودتایی نمیخواهیم. ما فکرای کودتایی نمیخواهیم. ما فکرای کودتایی نمیخواهیم. ما فکرای کودتایی نمیخواهیم. دوستا، با خاطر توجه و همکاریتان تشکر میکنم. امروز به این خاطر اینجا جمع شدیم که این خواهرها و برادرای ما امروز یک سفر نیک و خوب آغاز کردن. به خاطر ظلم هایی که در حق تمام اینا صورت گرفته و رسانیدن صدای خود به تمام دنیا تا آنقدر قدم خود زدن. آزادی میآید. ما آزادی میخواهیم. 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 آزادی میآید. ما آزادی. در این سفر نیک مام همراه خواهرها و برادرای خود می باشم. همراه اونا یک جا تا آنقدر قدم میزنیم. قدم بزنین. قدم بزنین. تو هم میخوایی که به انقره بری؟ ها؟ تو هم روان کنم؟ راستش تو هم کاملا مثل اونا معلوم میشی. بگو که مرا اسکر به این حالت رسانده. بشنوین دوستا، به انقره که رفتیم به اونایی را باید بگوییم که تا زمانه این کشور به قوانین الله پیش نره. اگر به قوانین سیکولورا پیش بره این کشور مارگل جور نخواهد شد. بزرگترین بلا در این کشور فقط و فقط سیکولورستان. میآید. ما آزادی میخواهیم. آزادی میآید. ما آزادی میخواهیم. آزادی میآید. ما آزادی میخواهیم. شما تا که میتونین جیغ بزنین در این کشور با شما چادر پوشا هیچ حق داده نخواهد شد. میآید. ما آزادی میخواهیم. آزادی میآید. دوستا ما نباید به این
مردمایی که در جمع سیکولریستا صف بسته میکنن اجازه بدیم. تمام خواست و کوشش های مردمی است که حق زندگی کردن در کشور از ما بگیرن. نه خیر دختر، من تو گفتم ماموری مردم باید وقتی که حرکت کردن همه پیدا کنه. رنا کجاست؟ در جهنم است. کدام مشکلی است؟ یک مامور پلیس است که بسیار مشکل ساز شده. او به عقل میخواه از ما بازجویی کنه و گزارش تهیه کنه. با هر صورت اول باید یک شاور بگیرم، بعدن برم که ببینم اونا از ما چی میخواین. درست است. سنم کجاست؟ در خانه نیست آقا. تو برو چای دم کو. چرا اقدر وقت برآمده؟ او خو هیچ به خانه نامده قدرت. چطور یعنی؟ نمیفهمم که امرای دینیز دعوا کردن چی کردن. لوازم خود جمع کرده رفت. اوناس هم طلاق میگیرن. قسم یک چیز امکان نداره. ای چطیات است. تو چرا وقتی که او آمده بود برام خبر ندادی؟ اگر خبرتان میکردم هیچ چیز تغییر نمیکرد قدرت. تو هنوز مرا درست نشناختی ژاله. مرده که با دختر ما ای کار کنه هنوز به دنیا نامده. آمده به دنیا آمده. حتی خدا بسیار خوبم نشان میده. دنیس یک بچه داره قدرت. چطور یعنی؟ ای چطور امکان داره؟ دنیس قبل از اینکه با سنم عروسی کنه امرای ایلیف عروسی کرده بود. دیشبام صاحب یک بچه شدن. شیرت آیسته آیسته زیاد میشه، قابل تشویش نیست. دزم متوجه غذایتانم باشین خانم. درست است. دوایتانم فراموش نکنین خانم. تشویش نکنین، ما بسیار خوب هستیم، متوجه او میباشیم. بسیار خوب، شفا باشه. فراموش نکنین دوستی مرخصتان در منزل دو است. جانم فیلیز باید حالا پول پرداخت کنیم. نه جانم، چرا باید پول بدیم؟ دولت مصرفم میده. این قسم است. درست است. هر چیزو تری موضوع را حل کنیم و بریم. کاکا نجاتی به گرفتن ما میایه، نباید منتظر بانیمش. بله، ما بسیار هیجانی هستم. بالاخره به مادرم میرسم. بریم بچیم. حالا دیگه همه چیز باید خوب شوه. سنجر؟ سنم پیام روان کرده. زندگی مرا از بین بردین، حسابی کارتان خود پرداختین گفته. باید یک کاری کنیم شینایی. حتما باید امرای سنم گپ بزنیم. اگر قدرت کارای از این گپ خبر شود تبا میشیم. از خدمتکارشان پرسیدم، او هنوز خانه نامده. زنگای مام جواب نمیده. سنجر باید یک کار کنیم، باید عجله کنیم. دینیز است؟ نه خیر، دینیز نیست. امر کنین جنرال سه. قدرت کارایی بود. چی گفت؟ کل چیز خلاص شد چینایی. حالا دیگه تباه شدیم.
خواهر جان پول چی؟ ما محصل هستیم، دولت پول ما را پرداخت میکنه. سهیلا خواهش میکنم چیخ نزن، همگی طرف ما میبینن. فکر کنم درست فهمانده نتانستم خانم محترم. مقصد می است که نامتان در دانشگاه ثبت نیست، در فهرست مسئولینم نیستیم. ببینین ما را به خاطر که چادر داشتیم از دانشگاه اخراج کردن، اما بعد از فیصله باید دوباره ما را درست است خانم محترم، باید شما سند داشته باشید. سندتان کجاست؟ حتما یک راه پیدا خواهد شد. الیف این موضوع را به کاکا نجاتی بگوییم؟ هوش کنی هرگز. تو ایره یک بار بگی. فعلا همین پولا بگیرین، باقی ماندهش بعداً براتان میارم. به خاطر خدام که شده به ما کمک کنه لطفاً. تذکره ما اسناد ما تمامش پیشتان میمونم. ببینین بالای ما باور کنین پیسیتون براتان میاریم. بازم یک بار از مدیر میپرسون. بیا بچه بیا. بفرمایین آقا. ای چی است؟ شربت. آقا قدرت خواست گیره به شما بیارم. هیچ نترس جنرال. جنرال صاحب دای زهر نیست سنجر، تنها یک جوس است. بیشی بنوش بیشی. الا بنوش بیشی بنوش. نترس. زود شو بنوش. نترس بنوش. آفرین بنوش. بیا بخیز بیا داغوشم. تبریک باشه، تو پدرکلان شدی پدرکلان. الالا بیشین چرا به ما خبر ندادین؟ ما عضو خانواده شما حساب نمیشم. بچه تو امرای دختر ما عروسی که دم قسم نیست. جنرال صاحب موضوع اصلی درست است. فرم نشان. عجله کو بلند شو. معذرت میخوایم ما آمادگی نگرفتیم دیگه چی کنیم جنرال. بله بسیار مقبول است. جنرال صاحب در اصل من نمیخواستم که قسم درست است. چاپ باش. معذرت میخوایم. درست است، اما چیز یک تلافی داره در زندگی، اما قسم نیست. حاله به او بچه به شرفت بگو جنرال قدرت دختر خودم میپاله. اگه تا شام سنم به خانه نیایه تمام خانوادهت کفن پوش خواهد شد. از همه اولتر بچه جنرال. حالا برو. به خاطر 3 قروش ببینن که چی میکنن. از این میپرسن از اون میپرسن، فقط که ما از شفاخانه فرار کرده باشیم. چی شد؟ مدیر چی گفت؟ میبخشین خانم، یک اشتباه صورت گرفته، پول شما پرداخته شده. اما چطور؟ کی پرداخته؟ پدرش پرداخت کرده.
بیا داخل بشین. وضعیت چطور است؟ تحقیقات بالای جریان داره جنرال صاحب. تا وقت مردمی اسلحه را پیدا نکنن چیزی گفته نمیتون. مشکل اصلی دکتر است. او را تحت نظارت گرفتن. لعنتی. او چیزی گفته؟ بازجویی در کدام جای دیگه صورت میگیره. آمر اردم تا جایی که میتونه از او محافظت میکنه. چند دقیقه بعد خواهرم گرفته از اینجا میرم. تو هر چی زودتر موقعیت دکتر را پیدا کن. تشویش نکنین، ما پیداش درست است. حالا زود شو. الیف لطفا صبر کو، باید گپ بزنیم. لطفا استاد شو. پشت ما را ایلا کو. پول رام که پرداخت کردی برات. الیف 5 دقیقه گپ میزنیم لطفا. بسیار زیاد مبارک باشه دختره، بچی مقبولی. حداقل اجازه بده برسانمت. لازم نیست، ما موتر داریم. تو برو سنم چکر بتی. کاکا جان بسیار زیاد تشکر. اگه براتون مشکل ایجاد میکنه خب غمشه بخوریم. نه خیر، چیزی که لازم بود برش گفتم. حالا دیگه زودتر باید بریم، میخوایم مادرم الیف ناراحت نشدی نیست جان. به زودی کارا تمام خواهد شد. کل چیز تمام خواهد شد. شما چرا انوزا مرا منتظر میمانین ها؟ نتانستین چی است؟ ما میخوایم هر چی زودتر خواهرم گرفته از اینجا برم. متاسفانه این امکان نداره. چطور یعنی؟ من نفهمیدم. خانم رنا رفت. شما یا خانم دو وضعیت تک تنها چطور ماندین که برم؟ او تنها نیست. وکیلش اسنادش آماده کرده بود. بعد از رفتن شما آمد و اونا را برد. و شما هیچ فکر نکردین که با ما خبر بتین ها؟ اگه او را چیز شوه مسئولیتش به دوش شماست. مادرم همین جمعی باشه؟ بله برای فعلا. نمیشه که او را به خانه ببریم؟ اردم خیر ببینه قدرت فریب داد. هرچند قدرت پشت مادر تنها نمیکنه، تا زمانی که این کارا حل میشه باید پنهان باشه. اما باید زودتر برم. ما برش گفتن نتانستیم کاکا نجاتی. وضعیت خانم رنا بسیار خراب است. خوب شد، با اون خودش ببینه. خوش آمدین آقا نجاتی. مهمان ما خوب است؟ کجاست؟ اونا در بالاستن. تفلکت به دوستایت بده. چرا؟ هر چیزی که میگم امو تو کن. آفرین. برو اینو رو دختر. مادر دختره مادر ما آمدم ببینین اینجاستم پیشتان هستم مادر جان. نزدیک نشو. برو برو
از اینجا برو. مادر جان شما چی میگین؟ من ایلیف هستم. ایلیف دخترتان. تو دختر من هستی. برو از بین میبرن. مادر هیچ کار کده نمیتونن. باور کنین بعد از هیچ کار کده نمیتونن. مادر ببینین من پیشتان هستم. من ایلیف هستم. حالا دیگه مرا با آغوش بگیرین. بگیرین مادر جان. بسیار پشتتان دق شده بودم. شما دق نشدین. مادر شما را چی شده؟ چرا مرا نمیشناسین؟ مادر مرا میکشه. مادر جان استاچه ببینین من ایلیف هستم دخترتان. لطفاً آرام باشین مادر. ایلیف سهیلا مادر من چی شده؟ ایلیف مادرت هیچ چیز به یاد نداره جانم. چی؟ خانم رنو لطفاً آرام باشین. خانم رنو. من پیش دخترم. خانم رنو دخترتان اینجاست. خانم رنو آرام باشین لطفاً. مادر جان. خانم رنو. مادر جان لطفاً جایی نره. بابا دست نزن. ایلیف ای تو گفتی؟ بله. این طفل ماست. بله ببینین این طفل شما هست. بگیرینش بگیرین. ایره دوست دارین همه تا نیست. یه طفل ماست. بله این طفل شما هست. Anne çok üşüyorum. Anne ağlıyorum. Hasret kor gibi yaktı beni. Yangınlarda kalbim yaralı şimdi. Anne, duyu sesimi. Anne, bırakma beni. Hayat bir oyun gibi. Belki umutlarımız vardı halbuki. شنایی ما در بیرون منتظر می باشم. تو امرای ایلیف گپ بزن. درست است؟ بگو که دنیز میایه و کوشش میکنه تو را فریب بده. هر کاری که میکنی بگو. پیشش عذر کو، زاری کو. درست است. روز خوش. روز شما هم خوش. اتاق ایلیف گورال کجاست؟ شما چیشان میشین؟ او عروسم است. دیروز ولادت کرده. خب شما خبر ندارین؟ امروز صبح شوهرش آمد او را شفاخانه بود. شما گفتین شوهرش؟ بله. مطمئن هستین؟ البته خانم محترم. حتی خانم ایلیف پول نداشت. او گفت که من شوهرش هستم، با پولشم پرداخت. این بچه چی میکنه؟ ما چی میفهمم؟
میخوایم از خانمم طلاق بگیرم. هر کاری که مربوطتان میشه زودتر. کوتاه‌ترین راهش همی است که با توافق هم طلاق بگیرین. بهترین کار همی است که شما خانمتان بیارین عریضه کنین. دیگه کدام راه نداره؟ او نمیخواد که طلاق بگیره. شما درخواست آماده کنین، من یک راه پیدا میکنم که امضا کنم. هیچ نیست که کارش از وکیل خلاص شود. حتما حالا به او احمق زنگ میزنم. او با من زنگ میزنم. اما بسیار خوب میفهمم که تو چرا به من زنگ زدی. تلفونت جواب بده. نمیفهمم که تو چه قسم بلاستی. حالا جانم یک بار دگام زنگ بزن. کم دگام از پشتم بدم. های آفرین. کجاست سنم؟ کجا باید باشم؟ تو خود مرا در نصف راه رها کردی ها؟ هر جای گستم هستم تو را چی؟ باید گپ بزنیم. موضوع چی از جانم؟ اولی را خبرم بکن. در مورد هر دوی ما سنم، هر دوی ما باید باشیم. بنا حق پشت وکیل را نگی. تو مرا تعقیب میکنی؟ ما از تو جدا نمیشم. ما را تنها مرگ جدا کرده میتونه فهمیدی؟ بس است دیگه سنم، بس است. من از این تهدیدهای خودکشی نمیترسم. برو گم شو، هر کاری که میکنی بکن. لوده بی عقل. تو از کجا فهمیدی که به خودم ضرر میرسانم؟ در مقابلم چندین انتخاب دارم. تو هستی، ایلیف است، ها و دیگه بچه دوم است. قسمه که گفتم چندین انتخاب دارم. تو مشکل داری سنم، مشکل. کمی به هوش بیا، بس است دیگه. بله میشنوی صدای من؟ سنم کجاستی؟ سنم! بیا دیگه جانم. مادر کلانت حال خوابیده. آی بچه مقبوله. الیف عجله کو باید بریم. چی گپ شده؟ یک نفر برات زنگ زده. کی هست؟ گپ بزن دخترم. حتما پدرم است. پدر؟ الیف دختر مقبولم، تو مادر شدی؟ دخترم، خداوند شما را نگاه کنه، نواسیم به تو ببخشه. آمین. شما بخیر آزاد شوید پدر جان. دختر مقبولم، اشکایت پاک کن، امروز روز گریه کردن نیست. پدر جان زیاد پشتتان دق شدیم. ما هم پشتت زیاد دق شدیم دخترم. گفتم زنگ بزنم یک بار احوالتانه بگیرم دخترم. نام نواسیم چی ماندین؟ ابراهیم. نامش ابراهیم مانده. بله پدر. هستم دخترم، هستم. یک لحظه صدا قطع شد. تلفن پیش گوش نواسیم ببر جانم. الله اکبر، الله اکبر. Gözlerini al yerden. نواسه مقبوله، نام تو ابراهیم باشه.
نام تو ابراهیم باشه. نام تو ابراهیم باشه. Bu günlerde geçecek, bu zulümde bitecek, güzel günler gelecek, gözlerini al yerden. بله پدر پدر Bu günlerde geçecek, bu zulümde bitecek, güzel günler gelecek, gözlerini al yerden. فکر میکنی که او خواهد آمد؟ اگر نمیخوای بمره باید بیایه. سنجر آمد بچیم؟ خواستین مرا که اینجا بیایم. موضوع چی است؟ موضوع شنوی میپرسم موضوع چی است؟ سنجر تو چی میکنی؟ خوب هستی؟ تو شنیدی؟ میپرسه که خوب هستی؟ پدر به هوش بیاین. دینیس خوش آمدین. چی میل دارین بیارم براتان؟ تو برو با ما حلوا بیار، به همگی تقسیم کو، هر کسی که دیدی برش بته. معذرت میخوایم، ما هیچ چیز نمیخوایم. اگر چیزی به گفتن ندارین من میرم. دینیز او آدم سنمه میخواه. ما از ترس به خانه خود رفتن نمیتونیم. تو گپ ما را میفهمی یا نه؟ بازم تهدید. این دفعه به زبان خودشم رش گپ میزنم. تشویش نکنی. دینیز نرو. دینیز باید بریم مادر جان. طفل ما از پشم نبر. ما بازم پیشتان میایم. وعده میکنم که هر روز میایم. ببینید حال گریه خواهد کرد. بسیار گشنه شده. باید گریه نکنه. همه تو نیست. پس به ما بتینش. دخترا حالا تاکسی هم آمد. بگی بگی بخو. یک دانه نه دو دانه برام درست بده. است. از سنجرشان هنوزم خبری نیست؟ نه خیر. فردا مرا به انقره خواستن. نمیفهم که بدون پیدا کردن دخترم چی قسم خواهد رفتن. میبخشی اما تو امروزم بسیار از او محافظت کردی قدرت. بعضی انسان ها باید بدیل کاری را که میکنن بپردازن. در این وضعیت دفاع کردن از سنم کار بسیار بی‌منطقی است. گفتنش آسان است. او دخترم از جاله. کاش که او به اندازی که در موردش فکر میکنی در موردت فکر میکرد. تمام اعتبارت به زمین زده قدرت. میفهمی بزرگترین ضعف او ضد او است. جاله از این بیشتر زیاد گپ نزن. فهمیدین؟ کجاست جنرال قدرت؟
جنرال قدرت کجاست؟ گفتم گپ بزن. اینجا چی گپ است؟ میشه که گپ بزنیم؟ اما با من قسم معلوم نمیشه. معذرت میخوایم از خاطر که سنم پیدا نکرد حسابش نه خراب دقیقه سنم هستم، نه دقیقه تهدید شما. باست از دیگه. جنرال صاحب لطفاً چی میکنی؟ به خود بیا. دخترم کجاست؟ دخترم کجاست؟ لطفاً این دواره بس کنید. خودم حلش میکنم. قدرت این کار نکن. دخترم کجاست؟ اینجا چی گپ است؟ سنم شما چی میکنین؟ من از خواب بیدار کردین، بسیار ترسیدم. سنم تو در خانه بودی؟ بله، صبح آمدم و خوابیدم. تو چی چرتیات میگی؟ مرا تهدید میکردی، مرا تعقیب میکردی. دینیس جان، تو خوب هستی؟ گپا دیگه از کجا شد امرای من جانه؟ مثل آدم گپ بزن. دیگه بس است، دیگه تهدید نکنین مرا. درست است دینیز، حال خود خانه بود. خانه چی پدر؟ این دختر مریض است، مریض روانی. مریض تو هستی؟ این باشه تا بگی زود از اینجا برو. زود باش، گم شو. تو بسیار خطرناک است. انگور از تاک باشه، آبش در گلاس، یک بوسه بت دختر مقبول به یلماز. اینا کی هستن؟ یلماز تو خود گفتی که چای میمونی. وای بلا نزنید، وای بلا نزنید. تو چه شکمبو هستی؟ تمام دنیا را خوردی و نوشیدی اما سیر نشدی. این چی هست؟ بته ببینم. دهسلی چی است؟ ما از شفاخانه آمدیم، این چی وضعیت است؟ نواسیم است. درست نمیگم، نواسیم است. الله تانجو بیبی احمق، زنده باد. نفر چهاره میان با بازی ما اضافه شد. کاملا مثل خودت است. راست میگم، مثل خودت است. نواسه یلماز است دیگه. لطفا این طفله برام بتین دیگه. حالا گیری چی میکنی دختر؟ کشش نکو. تو برو با اتاقت برو ایلیف. حالا دیگه شما هم بخزین. نمیبینین که طفله خانه است؟ شما اینجا رو جمع جور کنین. حالا دیگه آهای خدایا، دیوانه ایم ساخته. در داخل چی وضعیت است؟ چی شده دیگه؟ چند نفره به خاطر گشنگی خو برده. یگان چیز آماده کنین، زود شوین. برین صدقتان شوم، غریب هستن. آماده کنین برشان، زود شوین. دینیز استاچو، بچه ام استاچو. دینیز صبر کو کجا میری؟ دینیز آله برو، باز در خانه گپ. پدر و دختر روانی است، من دیگه نمیتونم همراه او باشم. بچم کسی که اشتباه کرد تو هستی. او دختر باید چی میکرده؟ چاره نداشت. تنها چاره‌شی است که برای خودت تداوی کنه. او دختر هر کاری که میتونه. این گپم یادتان نره. اوف. مثل که حق با بچه ماست. بیبی او ما را سیل داره. شنایی در اصل تو بچه دیوانه شدین. هیچ کس پیش کلکن نیست. دیدی که هیچ کس پیش پنجره نیست؟ همونجا بود. هنوزم از کلکین سایلش داریم. امو احمق میبینی، اما قسم نیست؟ نه خیر، اما تو میدیدم. گوش کن، تو او را تعقیب کردی؟ ها؟ او را تهدید کردی؟ ای کار کردی، اما قسم نیست؟ تو احمق ای کار کردی، اما قسم است، اما قسم.
خاطر که من دیگه هیچ رایی نداشتم. ما دیگه تحمل کردن نمیتونم پدر. ما انسان هستم. ما احساسات دارم. دینیز بسیار دوست دارم. به خاطر کلی چیز و دختر گناهکار است. او و طفلش باید از بین برن. تو احمق هستی، دیوانه شدی. پدر مرا کمک کن. اگه بخوای باز میدانی که اونا را از بین ببری. سنم تو چی چطیات گفتم میری؟ نمیتونی کدام کاری کنی ها؟ اما میمام خود تو از بین بردی پدر. گوش کو که چی میگم. ما این زبانتا که زیاد گپ میزنه قطع خود کردم. دیگه ایش وقت از یه اتاق بیرون نمیشی تا وقتی که ما برات نگفتیم ایش جای رفتن نمیتونی. فهمیده شد؟ من صدایتان شنیدم. چرا سنم سر صدا میکنه؟ هیچ چطیات میگه دیگه. با هر صورت ما باید به پرواز برسم. او از یه اتاق بیرون نمیشه. فهمیده شد؟ متوجه باش. اما قدرت چرا این کار امرای دختر میکنی؟ به خاطر که در آینده مشکلاتش زیادتر نشه. چی فکر میکنی؟ به نظر تلیف مرا خود بخشید. معذرت میخوایم بیادر، مشکل است. چرا مشکل است؟ تو طفل بدون پدر کلان شوه؟ نه خیلی رقم نگفتم اما ایلیف به نظرم تو را فراموش کردم. او به تو چیز گفته؟ نه خیر، اما یک بار فکر کن. او دختر واقعا که جدی است. حامله بودن خود از ما از تو از همه پنهان کرده بود. هر کسی هر چی میگه بگویه. برای من ایلیف و بچه مهم است. فهمیدی؟ نمیخواستم که بگویم اما دوستاش گپا فهمیدن. دینیز از او دختر دست بکش. تو با کسی دیگه ازدواج کردی. من سنم جدا میشم. چرا نمیفهمی اردام؟ اگر جدا شوی چی خواهد شد؟ شما مثل سابق بوده میتونین؟ بیبی تو خدا ناحق جگرخون نساز. بیازو به حد کافی درد دیدی. جانم یلماز قندم میفهمم وقتی یلماز برات میگم زیاد خوش میشی. باز دستک پایک میزنی جانم. درست است قندم. ابراهیم برات بگویم. ابراهیم خوش میشی؟ گپ ما گوش کو. ما خود تو را یلماز میگم. تو بچه هستی؟ ما را خود ناق فریب نمیتنی. قسم نیست نه؟ صبر من تو را میبینم. باش ببینم. احمق یلماز بیبی. آی ماشالله یلماز بیبی. یلماز جان تو با از دست تو این کار کردن از بچه ای چی کاری بود که کدیده دهنه پدر کردن تو با استغفرالله. خدا جزای تنته. شما با این طفل چی میکنه؟ ما چیزی نکردیم. خواستم ببینم خدا تر نکده باشه و این هم خوب جزای مداد. آفرین برش. خدایا برام صبر بده. آی این پمپرسش خراب کردین. دیگه پولم ندارم که برش پمپرس بگیرم. توبه پدری کجاست؟ برش بگو که پمپر برش بیاره. هوش کنین. من 1 لیرام از کسی نمیخوایم. اگه خبر شوم که زنگ زدین و از کسی پول خواستین هرگز طرفتان نخواد دیدم. به نام دینیز دیگه کسی وجود نداره. فراموش کنین. درست است جانم درست است. توبه هر کاری که میکنی بکو. تو خوبی از یه شکل نداری. ببینین هنوزم شما را پدر میگم. لطفاً گپایی را که براتان میگم قبول کنین. ببینین حال دیگه از ایجان مادرم نیست. دزم هولیام نیست پدر. معلومم نیست که او را چی شده.
تنها ما و شماستیم، یعنی حال بچه موم است. او نواسه شما گفته میشه، پس خواهش میکنم از ما مراقبت کنین، حداقل به نواسیتان خیرتان برسانین. بله سنم. مستم جاله. تو چرا جواب دادی؟ تلفن بده به سنم. نه خیلی نمیتونم. آقا قدرت گپ زدن شما را من کرد. هر چیزی که میگی با من بگو. گوش کن. این موضوع بین با 2 نفر است. یعنی خود ما میتونیم حلش کنیم. به سنم بگو که من در ساحل منتظرش هستم. حتما بیاید. حتما بیاید. سنم دنیز زنگ زده بود. چی میگفت؟ میخواید تو را ببینه. راست میگی؟ بله واقعا. او گفت که گپ مهمی است، اما شاید هم پشیمان شده باشه ها سنم جان. راست میگی؟ از کجا فهمیدی؟ از صداش. بسیار بیچاره بود. برام عذر میکرد که تلفن به تو بدم اما ندادم. فقط 1 ساعت. درست است، من زود میرم، زود پس میام. هیچ کسی خبر نشه فهمیدی؟ امروز گپ زده پس میایم. من چرا به تو باید این رقم یک خوبی را بکنم؟ گوش کن، هر کاری که بخوای انجام میدم. درست است؟ هر کاری. فقط 1 ساعت. هر چیزی که بخوایم. درست است. اما اگر پدرت خبر شوه من میگم که خودش فرار کرد. فکرت باشه. بسیار تشکر. من دوایتان میارم. دنیز جان، تو چی میکنی سنم؟ مگم تو مرا به اینجا نخواستی؟ من تو را به خاطر طلاق گرفتن خواستم. به خاطر گپ زدن در مورد طلاق. چی؟ اما چی رقم؟ یعنی که تو پشیمان نشدی؟ از همین خاطر مرا تا اینجا آوردی؟ این کار را باید هر دوی ما حل کنیم و باید ایر امضا کنی. بگی ایر امضا کن، مشکلم جور نکن. طلاق با توافق جانبین. طلاق با توافق جانبین. اینا بگی طلاقت بگی. من تو را دوست ندارم. چرا نمیفهمی؟ هیچ وقت دوستت نخواد داشتم. از تو نفرت دارم. نفرت. از این کارت بسیار پشیمان خود شدی. پسی کوکایول ماس کجاست؟ یک پمپرزم همراه خود نآورد. هیچ نپرس. ببین طفل من پمپرس نداره. ها آمد. من باز میکنم. پدر کلانت آمد بچیم.
تو ده اینجا چی کار داری؟ آمدیم که به الیف تبریکی بدم. خداوندی زنده داشته باشه. سنم هیچ حوصله جر و بحث با تو ندارم، لطفاً از اینجا برو. اما تو مرا غلط درک کردی. آمدیم بگیم که تو پیروز شدی. من نمیخوایم پیروز شوم، حتی دنیزم نمیخوایم. لطفاً مرا آرام بانین. الیف راحت بانین دیگه. شما خسته نشدین؟ تو بسیار خوش شانس هستی. طفلت بسیار مقبول. لطفاً از اینجا برو سنم. الیف گوش کن. امرایت بسیار بدی کردیم. لطفاً مرا ببخش. بعد از این امیدوار هستم که امرای دنیز خوشبخت شوید. سنم فکر میکنم تو گپای من نمیفهمی. کسی به نام دنیز در زندگی وجود نداره. فهمیدی؟ ای گپا با وام گفتم. او شوهر تو از به من هیچ ربط نداره. اما دنیز مرا دوست نداره. دوستم نداره. بی سنم اینجا بیشی که برات چی میگم بشنو. حالا بهتر است که تو بری این مشکل با دنیز حل بسازی. این مشکل مربوط من نمیشه، فهمیدی؟ فکر میکنی که من کار کدام میتونم ها؟ دنیز حتی طرفم سیلم نمیکنه. او در یک خانه همراه من زندگی نمیکنه. الیف من هیچ وقت نمیتونم که بعد دنیز اولاد به دنیا بیارم. بعد شما با هم خوش باشه. الیف جان تو برو از طفلت مراقبت کن. تو هم بیا کمی آب برید بزن. او طرف است. بسیار تشکر. بسیار. حالا باید به دنیز یک زنگ بزنم. شاید پشت بچه خود دق شده باشه. چی گپ است؟ چی گپ است؟ چی میخوای سنم؟ گپت بگو. آی زود قار نشو جانم. بچه نازدانید برات سلام میگم. ما هم خواستم که برات برسانم. تو کجاستی؟ آمدیم که بچه تا ببینم. سنم سرمرش خند میزنی؟ نه خیر، ما بسیار جدی هستم. میخوای که صدایشو بشنوی؟ سنم از اونجا برای الیف آرام بان. ما امرای الیف هیچ کار ندارم. حالا دیگه امرای بچه‌ت کار دارم. گردنشو فشار بدم ها؟ نفسشو بکشم؟ مرا دیوانه نساز. تو دیوانه شدی احمق. دیوانه شدیم. حالا دیگه چشمایم هیچ چیزی را نمیبینه. حالا باز مرا رخصت کن. باز خود از ما بیغم کن. باز برم بگو که طلاق میگیرم. درست است بیا گپ میزنیم، اما هیچ اشتباهی را مرتکب نشی. حالا دیگه وقتی گپ زدن و به توافق رسیدن خلاص شد. اگه یک دفعه دیگه نام طلاق بگیری باز خواد دیدی که ده یک لحظه ما چی بلایی را سرت خواد آوردم. خدا لعنتت کنه. خداوند لعنتت کنه. من هرگز طرف تو بر نمیگردم احمق. اینا باید بفهمی لعنتی. یعنی که پیش من نمیایی؟ باید امرای الیف به تماس شم. باید به الیف بگویم. این دختر چرا هنوز نبر آمدنه که بیهوش شده؟ بگیره.
بله؟ بله الیف. دنیز بود. بگی جواب بده. دنیز زنگ میزنه. تلفن جواب بده الیف. نه خیر، میتونی گپ بزنی خواهر جان. راحت باش، ما با گپ عادت کردیم. بیبی اگر نیتم اقسم می بود جواب میدادم، اما او دیگه برام هیچ ارزش نداره. بگی یک بار دیگه قطعش کردم. انشالله بسیار خوشبخت خود شدیم. انشالله تا مادر خود شدیم. حالا لطفاً از اینجا برو. دنیز اینجا سنجر. خوب است. حال میرون میبینم اگه اونجا بود خودم میکشمش. بلی از خدا سنجر هیچ کار نکو. تو تشویش نکن، خودم این موضوع رو حل میسازم. حالا دیگه نمیفهمم دفعتن ایره چی شد که قگیریه میکنه. شاید گوش نشده باشه. شیرم نمیخوره. برش آب بده. آب؟ اما دکتر گفت که باید تنها شیر بخوره. دخترا اگه به این شیر بتیم هیچ گریه نخواد کرد. توبه بچه کی آمده باشه؟ اما میبینم. شام بخیر. سلام. میبخشین که مزاحم شدم. وای دوستم چشمای شما کیره میپاله. خشای سابقه ما اینجا آمدن. چی کنیم رفیق؟ شما به خاطر چی آمدین؟ کیره میپارین بگوین نه؟ ساحلا جان ایره داخل ببر. شما در اینجا چی کار دارین؟ دیگه چه قسم سوال است؟ چی کار میتونن داشته باشن؟ حتما آمدن نواسه خدا ببینن. دنیز اینجاست؟ او چرا باید اینجا باشه؟ ما خبر داریم. تو را دنیز از شفاخانه آورده. ببینین ما او را نخواسته بودم. با ما چی که تو خواستی یا نخواستی؟ دنیز یک بچه عروسی شده است. خانواده خودم زیاد دوست میکنه. میخواین که زود صاحب اولادم شم. خدا سفراش خوب زیاد کو. قلمت تا میتونی دور بته. هر قدر که ضرورت داری برات میتونم. احساستان واقعا قابل قدر است. بسیار زیاد تشکر. از مکده بیشتر شما به این نیاز دارین. تا به دنیز بتین بگوین که ایلیف برات رمان کرده. او به پول دارایی و مقام بسیار زیاد اهمیت میده. دزم ایران برش بگوین که ای پول بگیره و پشت مرا ایلا کنه. به خانمشام همی گپا گفتم. چی؟ سنم اینجا آمده بود؟ بله آمده بود تا بگوید که از کارهای خود چقدر پشیمان است. الیف این بسیار تب داره. چرا؟ این مریض شده؟ این تفلک چی شده؟ معلومه که زیاد وضعش خوب نیست. بسیار تب داره. بته که به شفاخانه ببرمش. چند دقیقه پیش با پول میخواستین خدا نجات بده. فکر نکنم این موضوع خرید فروش باشه. الیف از اینجا برین. برین دیگه.
دینیز؟ دینیز؟ از سر رو این پس شوین میخوایم با ایلیف دنیز استاچو ما کوشش کردیم گپ بزنیم. ما و مادرت از خانه بیرون کردن. سنم برم زنگ زده بود. او مرا تهدید کرد، گفت طفلت از بین میبرم. بس است دنیز، بس است. او چتیات میگه. دا زم ایلیف تو را نمیخواه. بیبی ما به خاطر کمک با او پول دادم، اما او نگرفت. گو بگی پول به بچهت بته. بچیم حق با پدرت است. ایلیف از تو منصرف شده. ایره قبول که دیگه. ببینین او احمق هر کاری کده میتونه. او کوشش میکنه که به ایلیف یا بچیم ضرر برسونه. اگه میخوایی از ایلیف مراقبت کنی پیش خانمت برو. سنم امو وقت پشت ایلیف رها خواهد کرد. بچیم بیبی این مشکل دیگه راه حل نداره. به نظر من ایلیف تو را فراموش کرده. دنیز از دختر دست بردار. بیبی تو با کسی دیگه ازدواج کردی. ناحق و دختر پریشان نساز. بیاز به حد کافی درد کشیدن. خدایا مرا ببخش. اوف. دیوانه امساختی چوب باش. وای دوستم ایچی رقم یک طفل است. بخی رادیو و چیخ زده میره. ایچ آرام نمی باشه. ونگ 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 چی حال است؟ نه دوستم. نه این رقم نمیشه. این رقم نمیشه. من میرم به قهوه خانه اموجه راحت میخوابم. وای خدا این قسم نمیشه. ونگ 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 دیوانه امساختی. من هرچی عاجل باید برم. آرام باش. هرچی میکنیم چپ نمیشه. بیخی گلونه شده. ایلیف هرچی عاجلی را باید به شفاخانه ببریم. چی رقم ببریم فیلیس؟ نه پول داریم و نه اسناد تحصیلی. این را کجا ببریم؟ خانم شنایی گفته بود که را به یک شفاخانه خوب میبریم. به جایی که اونا ما را کمک کنه بهتر است که از خدا بخوایم. این طفل است دیگه. همه قسم کلان خواهد شد. ایلیف بهتر است که به سالون ببریمش که هوای تازه بگیره. درست است میبریمش. من تو را زیاد دوست داشتم ایلیف. ای ترس را ببخش. حالی هم میترسم. یک بار اگه خدا به آب بندازم همه چیز تمام خواهد شد. از من نجات خواهد یافتی. من از دوست داشتن تو نجات پیدا میکنم. حالا دینیز. حالا پر تو خدا. بله فیلیس. دینیز باید هر چیز زودتر اینجا بیایی. به خاطر که طفلک زیاد مریض شده. چی شدهش؟ نمیفهمم. دزم ما پول نداریم که بتانیم موره پیش دکتر ببریم. درست است، من هم یادم میایم. اما بشنو ایلیف نفهمه که ما برات زنگ زدیم. درست است تشویش نکن. امی دقیقه حرکت میکن. خدایا خودت برای ما کمک کن که این طفل آرام شوه. خدایا تو چی میکنی فیلیس؟ هیچ. منتظر کاکایل ماز هستم. او برآمد شاید کدام دکتر پیدا کنه. او این کار خود کرد. چی میشه کمک کنین؟ بچه‌م زیاد مریض است. لطفاً آرام باشین. ما آرام بودن نمیتونم. دیروز به دنیا آمده. بسیار یک دکتر خورده آشنا است. داریم اگه میخواین که برش زنگ بزنم. درست است، زود باشین زنگ بزنین. لطفاً عجله کنین. درست است، جگر خون نشو، نترس. این طفل از دیگه گریه خو میکنه. نه سهیلا ایرا چیزی شده. این گریهش یک دلیل داره. حتما جایش درد میکنه.
بچه خدا جزای دینیز احمقان بته. طفلش در اینجا پریشان است. او رفته در خانه خود خوابیده. اگه اینجا می بود باز می دیدی چی میکردمش. او دیروز به دنیا آمده، چرا آرام نمیشه؟ مگه هیچ چوب نمیشه؟ در ولادتش کدام مشکل پیش آمده بود؟ نمیفهمم. تو پیش او نبودی؟ یک کمی رابطه ما خراب شده بود. ناراحت نباش مرد جوان، این چیزا همیشه صورت میگیره، تشویش نکن. طفلی که به دنیا بیایه حتما رابطه جور میشه. انشالله. کم مانده میرسیم. مطمئن هستی که ای برش فایده میکنه؟ همه تو میگن اما بحث از جانم. آرام باش دیگه، بحث است. ایلیف یکان لباس گرم بپوشانش، هوا زیاد سرد است، سرما نخوره. راست میگی. بس از دیگه بچیم، بس هست. من میبینم شاید کاکای الماس باشه. شامتان بخیر. بفرمایید دکتر صاحب. تشکر. تو به خاطر چی اینجا آمدی؟ راستش قلبم هیچ راحت نبود. خواستم دکتر یک بار ببینه، شاید مریض باشه. وقت بسیار کم است، باید هر چه زودتر طفلک معاینه کنیم. حالا که دکتر تا اینجا آمده بانش که معاینه‌اش کنم. ایلیف شامتان بخیر. بفرمایید. محترم در تیل خلاص کرد، آمدم که تیل بگیرم. درست است خواهر. اما هیچ بشکه یا چیز پیشم نیست، چه رقم بگیرم؟ بالش میکنم خواهر. میبخشین زحمت میتمتان، میشه که برام یک تاکسی بخواین تا محترم را برسانم؟ درست است خواهر، من یک تاکسی بسیار تشکر. دکتر صاحب چیز مهم خو نیست نی؟ است. این طفلک پشت پدر خود دق شده. بتش با ما؟ بگه بچه. ما ایره بگیرم یک دقیقه. چه رقم؟ شیرینکم. وقتی که آمدیم چه قسم گریه میکرد نه؟ حال ببینش. دوا برش بگیرم دکتر صاحب؟ ای بسیار خورد است جوان، بر فعلا برش دوای دیگه نتین. ما فقط برش یک قطره نوشتیم. آقا دینیز هم اینجا بوده. کلتان در میتم. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. خواهش میکنم خدا او را در کنار پدر و مادرش کلان کنه. خداوند از شما راضی باشه. خواهش میکنم. میخواین یک جای طفل خود کلان کنه، اما برام قابل تحمل نیست. دنیز چیزایی را که آوردی پس بابا. ما اونا رو به بچه ما آوردیم. ابراهیم. نام بچه ابراهیم است.
حتی تا حال نامشام نمیفهمیدی. کسی را که پدر میگن او باید در کنار خانم خود باشه، متوجه طفل خود باشه، در مورد نام او فکر کنه، یک نام را انتخاب میکنه که یک مفهوم خوب داشته باشه. الیف، پدر کسی می باشه که هر لحظه متوجه اولاد خود می باشه. در هر جایی که عکس اطفال می بینه به این فکر میشه که خدا میفهمه این طرف کی رفته باشه. تو یه قسم نخواستی. پدر کسی است که تا شفاخانه دویده خودم میرسانم. از خوشی و هیجان زیاد بی صبرانه منتظر ای می باشه که طفلش چی وقت چیغ میزنه، اما تو هیچ کدام اینا را انجام ندادی دینیس. چرا که من خبر نداشتم الیف. نبایدم خبر می شدی، چرا که تو با سنم عروسی کردی. از دستتون خسته شدیم. بهتر است که حالی را قبول کنی. بعد از این ما و بچیم برای تو مردیم، دیگه ما را راحت با. الیف، به بچیم خوش آمده گفتن نتونستم. حداقل بان که خداحافظی خو کنم. بچه ابراهیم، تو بچه ما هستی، بچه ما هستی. بیبی پدرت آمده. چشمایت باز کو بچه، مرا بیبی بچه گله. وی وی جانه. بخوابین دیگه، بخوابین. بالاخره خوابتان برد. یا آخرین خوابتان خواهد بود.
خلاص شد. تمام این کارا به خاطر تو شد دختر دیهاتی. همینجا بسازین. درم دادی ساختم درم دادی ساختم چی گپ شده؟ چی میکنی؟ خانه را در دادی؟ چی کردی تو دختر؟ چی کردی؟ لعنتی صبر کن. کجا میری؟ خانه را در داد. خانه را آتش زد. همیاله رفت. خدا جزایش بده. فرار نکو، صبر کو. آبا زیاد کو دختر، آبا زیاد کو. خدا جزایش بده لعنتی. سنم دروازه رو باز کو. سنم دروازه رو باز کو. دروازه رو باز کو یا شیشه تا پایین کو. پایین کو گپ میذارم امرای تحمق. پدرشم دیوانه از دخترشم. وقتی میگم باز کو چرا باز نمیکنی؟ دینیزی کارا نکو. دینیز برای از موتر برای. تو چی میکنی ها؟ دینیز ما کار نکردیم. چطور کار نکردی؟ من با چشمای خود دیدم. در دستت بشکه تیل بود، خانه را آتش زدی. میخواستی تمام ما را از بین ببری ها؟ امسایا چی شده؟ چی گپ شده؟ میخواست خانه از یاره در بده. همین آتش زد. خدا جزایت بده. گوش کن دینیز، من به خاطر تو آمدم. کلتان گوش کنه. این خانم احمق شوهرم پیش خود خواسته بود. سنم چوب باش. اینا با هم عروسی نکردن. ای چی رزالت است. برین گم شوین از اینجا. خانمتان بگی و برو. من هیچ جایی نمیرم الیف. دینیز اردام با خانه الیفشان امیال پلیس روان کو. سنم کوشش کرده خانه شانه در بتر. بسیار عاجل است. من شکایت دارم آمر صاحب. او زن لعنتی کم بود تمام خانواده ما را از بین ببره. تو خوی قسم میگی اما او را دولتی دیدی که خانه تان آتش بزنه؟ بله، در دستش بشکه تیل خودم دیدم. شما کدام چیزی را دیدین؟ ما چیزی را ندیدیم. در خانه خواب بودیم، وقت قال شد باز بیدار شدیم. ضرور نیست چیزی را ببینیم آمر صاحب. این حتما کار اموزن است. بیاز او مریض است. یک بار میایه مزرعت میخواه، باز میایه تهدید میکنه. ما دیگه خسته شدیم. سهیلا الیف یک بار امرای ما بیا. دنیز تو هم بیا. بته که ما ببرمش الیف. خودم میبرمش. بار دوشم نیست. بیا. شیر بچه رو با کاکایش یک بار بته. متوجه باش، آرام بگیریش. بیازا مریضم هست. درست است. ماشالله. میبخشی که حال برای چیزی داده نمیتونم، اما برات وعده میتم که یک توفه بسیار خوب برات میخرم. درست است؟ خداوند نگاهش کنه انشالله. آمین. ایره به ما بده. بیا بچیم، بیا جانم. چی شد؟ امروز سنم گپ زدی؟ وکیلش میایه، اما دلایل ما زیاد است. شاهدم زیاد داریم. حال فقط یک کار باقی مانده. کیره امضا کنی. یعنی باید ازش شکایت کنی؟ البته که باید شکایت کنی الیف.
ای دختر از دست تو پشت مرا گرفته. اگه تو از اول به خانه خود میرفتی باز قسم هیچ کار نمیشد. تو هم بفهم دیگه ایلیف، ما دیگه هیچ جای رفتن نمیتونم. ما بدون تو دیگه هیچ کسی را ندارم. بیادر آرام باش. ببین موضوع ما این نیست. او دختر قصد کشتن شما را داشت. ما با این جنجالا خدا درگیر نمیکنم. ما حالی یک طفل دارم. خسته شدیم. پدرش از یک طرف دخترش از دیگه طرف. الیف تو تنها نیستی، ما هم همراهت هستم. دکترش در اتاق تحقیق است. بالاخره گپ خواهد زد. تو یک بار را امضا کن، بعداً زندانی میکنیم. پس چرا مرا خواستی؟ بیازو بین خود همه چیز حل میکردیم. به ما ضرورت نیست. دینیس چی شده بیادر؟ در اصل تو را چی شده؟ فقط تو ماندی که متوجه الیف باشی. تو چی میگی بیادر ها؟ تو چی میگی؟ با ما میگی که الیف تو را فراموش کرده. باز میری با الیف میگی که من همراهت هستم. من زنده هستم. زنده. دینیز اگه تو از اینجا بری خوب میشه. حالا دیگه برو. حالا وای خدا نزن، از برای خدا چرا میزنیش؟ توبه توبه. دنیز اعتمادت بالای من میقبود. اردم چی گپ شده؟ از خودش بپرس. البته اگه گفته بتونه. ای دختر کجاست؟ ای دختر کجاست؟ طرف ما ببی. از دست ای دختر احمق تو بیخی خسته شدیم. خسته. قدرت خوش آمدی جانم. خوش باشین. کل چیز خوب است؟ البته که کل چیز خوب است. ما هیچ وقت کار نمی کنم که بعداً پشیمان شوم. نمیفهمم. مرا این قسم ببر خطا اینجا خواستی. ژالا جان فراموش نکن ما یک شخص مهم هستم. هر چیزی که ما میخوایم اما قسم میشه و همیشه موفق شدیم. و ها تمام چیزا و کارا تحت اداره ما هستن. اما یک مشکل کوچک است که نظم ما را برهم زده. سنم بخوای که کارش دارم. او خو و خوابیده عزیزم. پس بیدارش که ژالا. چرا قدر عجله داری جانم؟ فردا امرش گپ بزن. کلیده برم بته. او کجاست؟ دنیز زنگ زده بود. خب گفت فقط برای 1 ساعت بعد دیدنش میرم. چی وقت رفته بود؟ بعد از اون رفته بود، اما موبایل خودم جواب نمیده. ما برات نگفته بودم که او دختر نباید از اتاقش بیرون شوه؟ حسد خود میگذره. البته توم ژالا. قدرت بیبی آرام باش. وکیل زنگ زده. بله. چی؟ خانه را آتش زدن؟ بفرمایید دکتر صاحب. دکتر صاحب، نتایج آزمایش سنمکارای معلوم شده. نتیجه مثبت است. حامل است.